یهو رفتی؟ من یهو نرفتم دکتر. اول شور و شوقم رفت، بعد غرورم، بعد امید و باورم، آخر سر خودم. بهای سنگینی دادی. بهای سنگینی دادم تا فهمیدم کسی که دلش نمیخواد بمونه رو نمیشه نگه داشت. هنوز منتظر این زندگی تموم شه؟ زندگی همون مرگ با اقساط بلند مدته. میدونم بی‌اعتمادی سخته. بعضیا درسای خوبی بهم یاد دادن، مثلا هر دو پای آدم نیست. بازم دلت گرفته؟ یه گیگ دله، یه ترابایت گله. شنیدم شب و زود میخوابی. آره، 11 شب چشامو میبندم، 4 صبح خوابم. چرا اینقدر بیقراری؟ میدونی دکتر، حس میکنم انتقام یکی دیگر رو از من